31 سنن منسیه چی است؟ عدم و افراد یوم الجمعه بالصوم، که باید نماز جمعه روزه نگیریم. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم لا یصومن احدکم یوم الجمعه، یکی از شما باید روز جمعه را روزه نگیره، یعنی به تنهایی باید روزه نگیره، الا ان یصوم یوما قبله او بعده، یا یکی مثلا اگر باز یک روز پیش از روزه گرفته باشه یا یک روز بعد از او باز پروا نمیکنه، اما تنها روز جمعه را به روزه باید روزه نگیرین، چرا روز جمعه روز عید مؤمنین است. صحیح الجامع حدیث 7730.